بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، این پیامی ما را به دیگران رسانید تا دیگران بهره برند. شما از پاداش نیک محروم نشوید. در سال تا آخر گوش دهید، پند گیرید برادرای گرامی و به دیگران رسانید. امروز برای شما شرح حدیث های بخاری و مسلم، حدیث های رقم 97 98 پیشکش میکنیم. حدیث در امام بخاری است 6506. امام ابو هریره روایتش میکند که میفرماید پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. روز قیامت برپا نمی شود حتی که آفتاب از جای فرودگاهش می براید. فاذا طلعت فرآها الناس آمنوا اجمعون. هنگامی که از جای غروب نشستنش می براید، وقتی که مردم می بینند، همه ایمان می بیارند. و این همون آیتی است که الله عز و جل می فرماید لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. سوره انعام 158 آیت. خلاصه شرح حدیث شرح میتیم. پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم صحابگان خبر میداد از نشانه های روز قیامت و از امرهای آخر زمان و از حادثه های همون روز و از دیگر کارهای غیبی که هیچ کس نمیدانست مگر الله عز و جل. برای چی پیغمبر خبر میداد؟ برای یک عبره شود، یک پندی شود و مردم همه وقت آماده باشند برای همین روز. در همین حدیث پیامبر بزرگوار خبر میدهد که هر آینه روز قیامت برپا نمی شود تا آنی که آفتاب از جای نشستش می براید. و این طبیعی نیست. آفتاب هم وقت از جای برآمدگاهش می براید، ولی همون روز از جای نشستگاهش می براید که او هر روز از چی می برآمد؟ از جای برآمدگاهش، از مشرق می برآمد. و این یکی از نشانه های بزرگ روز قیامت است. هنگامی که می براید آفتاب از نشستگاهش، مردم می بینند، پس مردم ایمان می بیارند و به همون حق یقین پیدا میکنند که روز قیامت برپا شده است. حقیقتا آفتاب از نشستگاهش برآمده است، ولی در همون روز باب توبه بسته می شود. چخیلی که الله عز و جل در سوره انعام 158 آیت می فرماید هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. الله عز و جل می فرماید که آیا جز این انتظار دارند که فرشتگانی به سراغشان بیایند، یا الله خودش به سوی آنها بیاید، یا بعضی از آیتهای پروردگار و نشانه‌های رستاخیز بیاید؟ اما آن روز که این نشانه‌ها تحقق پذیرند، ایمان آوردنی افرادی که پیش ایمان نیاورده اند و یا عملی نیک انجام نداده اند، برایشان سودی به حالشان نخواهد داشت، فایده به آنها ندارد. بگو شما با این وضعیتی ناروایی که دارید منتظر عذاب باشید. ما هم منتظریم که عذاب الله به شما برسد. پس بینید که برای انسانی که ایمان ناورده است و که عملی نیک نکرده است و که توبه نکرده است، نه عملی نیک نه ایمانش به او دیگر سودی نمیبخشد. بعد آنی که آفتاب از نشستگاهش میبراید از مغرب، نه ایمانش دیگر زیاد می شود به عمل و نه ناقص می شود. همون خیلی که هست دیگر حتی توبهش هم دیگر قبول نمی شود. پس پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم خبر داد که روز قیامت ناگهانی می بیاید. حتی روز قیامت برپا می شود و مردم در همون کار و بار زندگی خود هستند. حتی دو مردی در بازار هستند یا که در دکان خود هستند
برای فروختن لباسها را آویزان میکنند در دکان خود و روز قیامت برپا می شود و آنها هیچ چیز نفروخته اند یا که لباساش جمع نکرده اند. و تقوم الساعة على رجل قد ذهب بلبن لقحته و روز قیامت برپا می شود برای مردی که می رود به پیش همون شتر خود که شیر او را بنوشد. پیش از نوشیدن او روز قیامت برپا می شود. ولتقومن الساعة وهو یلیط حوضه و روز قیامت برپا می شود و مرد همون حوضی که دارد همون را اصلاح کرده ایستاده است و گرد او را دیوال میکند، اما حوضی که برای نوشیدن است و پیش از آنی که از همون حوض بنوشد روز قیامت برپا می شود. ولتقومن الساعة وقد رفع احدكم اکلته الى فیه فلا یطعمها و روز قیامت برپا می شود در حالی که مرد در دستش لقمه هست و همون لقمه را به دهانش میبرد که از همون لقمه بخورد. پیش از بردنش به دهان انداختنش روز قیامت برپا می شود. جدا میکند بین او و بین خوردن طعامش روز قیامت. معنا دارد که روز قیامت ناگهانی می بیاید. این برای چی پیغمبر این سخنان را میزند که صحابگان در گردش بدن؟ وقتی که آفتاب قریب نشستن بود، همین سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت. برای چی؟ برای که مردم آماده شوند برای روز قیامت، در غفلت نباشند، همه وقت آماده باشند برای مرگ. کسی که مرد روز قیامتش برپا شد. مردنم برای انسان روز قیامت است که مردی روز قیامت برپا می شود. و وقتی که علامت های روز قیامت شدن که آفتاب از نشستگاهش می براید، این هم نه توبه دیگر قبول می شود و نه عمل نیکی. برای همین برادران و خواهران گرامی باید ما آماده باشیم، دین را آموزیم، عقیده را از خود کنیم، الله بشناسیم که ایمان منزیاد شود. ایمان تو را تکان می دهد به چی؟ به عمل نیک کردن، الله فراموش نکردن، پیروی پیغمبرش فراموش نکردن، به دنیا مشغول نشدن و دنیا را ناچیز دانستن. همه این از آموختن دین می شود. برای همین برادرای گرامی باید آماده باشیم. برای همین همه وقت باید در توبه باشیم. چه گناهی کردیم باید به توبه شتاب کنیم و ایمان به الله پیش از آنی که روز قیامت آغاز شود و نه ایمان فایده دارد و سود دارد و نه پشیمانی دیگر سود دارد. حدیث رقمی 98 از ابی ذر روایت می شود. رقم حدیث 7424 است. به سه روایت نمودگی است. حدیث دیگرش 3199 و دیگر حدیث 4802. خلاصه در این حدیثی که اول ما میگیم، ابی ذر رضی الله عنه میفرماید که دخلت المسجد و رسول الله صلی الله علیه و سلم جالس. در آمدم مسجد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشسته بود. فلما غربت الشمس قال، هنگامی که آفتاب نشست پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ یا ابا ذر، ای ابو ذر، هل تدری این تذهب هذه؟ همین سوال کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بعضی وقت همین گونه سوالا میداد برای جلب کردن انتباه، جلب کردن فکر انسان. ای ابو ذر، آیا میدانی که همین یعنی آفتاب کجا می رود؟ ابو ذر گفت قال قلت الله و رسوله اعلم، الله و رسولش میدانند یا که داناترند. پس گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فانها تذهب تستأذن في السجود، هر آینه آفتاب می رود و رخصت می پرسد برای سجده کردن. فیؤذن لها، ای برای او چی اجازت داده می شود. و کأنها قد قیل لها ارجعی من حیث جئتی، پس گویا که به او و به آفتاب گفته می شود که برگرد از کجایی که آمدی. پس فتطلع من مغربها، پس از چی می براید؟ از مغرب، از جای نشستش می براید، نه از جای برآمدگاهش. در روایت دیگر ابو ذر می گوید که با همراهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مسجد بودم در وقت نشستن آفتاب. پس پیغمبر گفت ای ابو ذر، میدانی که آفتاب در کجا می نشیند؟ گفتم الله و رسولش میداند. گفت فانها تذهب حتى تسجد تحت العرش. در اینجا بیان ترش کرد، گفت که چی؟ می رود تا آنی که سجده کند در زیر عرش الله. بعد همون آیت آورد که و الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. این در روایت 4802. در روایت دیگر از ابو ذر 3199 پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید به ابی ذر که هنگامی که آفتاب می نشیند اتدری این تذهب، میدانی که آفتاب کجا می رود؟
گفتم الله و رسولش اعلم، داناتر است. گفت فإنها تذهب حتی تسجد تحت العرش، او میرود تا آنی که سجده کند در زیر عرش، یعنی آفتاب میرود در زیر عرش سجده کردن. فتستأذن فیؤذن لها، پس اجازت میپرسد و برای او اجازت میدهند، ای آفتاب اجازت میدهد الله. و یوشک ان تسجد، و زود است که سجده کند. فلا یقبل منها، در این روایت میگه که میخواهد که نزدیک است که سجده کند ولی سجده او را قبول نمیکنند. و تستأذن فلا یؤذن لها، و رخصت میپرسد، اجازت میپرسد برای آفتاب که برای آفتاب اجازت الله نمیدهد. یقال لها، گفته میشد برای او ارجعی من حیث جئتی، برگرد از کجایی که آمدی. فتطلع من مغربها، از مغرب میبرد، از جای نشستگاهش میبرد. فذلك قوله، پس این سخن الله که الله میگوید والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. سوره یاسین آیت 38. در این حدیث روایت میکند ابو ذر الغفاری رضی الله عنه که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم روزی پرسید ابو ذر هنگامی که آفتاب نشست، گفت آیا تو میدانی که همین آفتاب کجا می رود؟ هنگامی که می نشیند، هنگامی که بعد آنه که بگیم که می نشیند و پنهان می شود در وقتی نشستنش در غروب آفتاب. پس ابو ذر رضی الله عنه گفت که الله و رسوله اعلم، الله و رسولش داناتر است. و این از چی است؟ از ادبی ابو ذر رضی الله عنه. هرگز شتاب نمی کرد که فکری خود را پیش از پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان کند و چی؟ و حواله کرد جواب سؤال که همون امر به الله و رسولش. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت فانها تذهب تسجد حتی تسجد تحت العرش، ای آفتاب وقتی که می رود و می نشیند کجا می رود؟ می رود که سجده کند در زیر عرش الله، ای به معنای سجده حقیقی کند. و سجده که میکند سجده در چی؟ در زیر عرش. و می رود و از الله رخصت میپرسد، اجازت میپرسد که دویم باره بین همین آفتاب از الله اجازت میپرسد که دویم باره از چی؟ از مشرق، از برآمدگاهش براید. یعنی همون مثل همون عادتی که هر روزه میبراید، از چی؟ از جای برآمدگاهش براید. از الله رخصت میپرسد برای برآمدنش، پس برای او اجازت داده می شود. و وقتی که همون وقتی سجده کردن نزدیک می شود و میخواهد که و رخصت میپرسد که از جای برآمدگاهش از مشرق براید، پس برای او سجده او را الله قبول نمی کند و او را آفتاب اجازت نمی دهد که از مشرق از جای برآمدگاهش براید. و گفته می شود برای او، ای برای آفتاب، که برگرد از کجایی که آمدی. برکی می گردد می رود، پس می براید از چی؟ می براید از مغرب، از جای غروبگاهش یا که نشستگاهش. پس این از علامت ها یا که نشانه های روز قیامتی بزرگ است. این همون معنای چرا دارد که الله عز و جل می فرماید والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. الله می فرماید در سوره یاسین 38 آیت که و آفتاب نیز برای آنان نشانه‌ای از قدرت ماست که همواره به سوی قرارگاهش حرکت می کند، ای نشستگاهش. این اندازگیری توانایی شکست ناپذیر و داناست، ای الله عز و جل. و حرکت می کند آفتاب و می رود به همون راهی که الله برای او محدد کرده است و تا هنوز حرکت میکند، به همون سیر میکند، به همون سیری که محدد است تا که عالم به آخر نرسد. و حرکت او با یک نظامی دقیق و نازک و محکمی آفریده شده است. پس این دلالت میکند به چی؟ به وجود الله عز و جل، به تقدیرش و تدبیر الله به همین عالمی که ما زندگی میکنیم، تدبیری که شایسته است به علم و عزت و حکمت الله، که هر یک چیز در این دنیا به یک نظام دقیق و محکمی حرکت میکند که الله او را آفریده است. از این حدیث ما چی فایده میبریم؟ یکم جایز و روا بدنی که معلم سوال میدهد برای چی؟ برای آموزندگان، یعنی آموزگار سوال میدهد به انسانی که می آموزد، همچون به طریقه سوال. برای چی؟ تشویق آنها به علم. همینجا پیغمبر سوال داد آیا میدانی که آفتاب کجا می رود؟ سوال پیغمبر است، هم جلب کردن و هم چی؟ تشویق کردن. دویم بیانی بزرگی خلق الله که
هر یک چیز برای الله سجده میکند. سوم، اثبات حرکت آفتاب و مهتاب و یعنی که پی در پی شب و روز آمدن و رفتن، همه این بچه است به تقدیری ای الله شکست ناپذیر و دانا که همه چیز با دقت محکم آفریده است. هر یک چیز به همون مدار خود می رود و حرکت میکند، از همون راه محددی که دارد بیرون نمی رود. این بود خلاصه درباره این دو حدیث. از دعای نیک خود ما را فراموش نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.